فرزند پدر فرزند خانه زنده کند نام پدر. در این قسمت از برنامه از اول نمره و جناب نماینده صاحب مدافع جان حیدری خواهشمندیم تا با سخنان مفید آمیز خود محفل ما را رنگین دست کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. گرفتارمند همشیرانم آلودست دومدست بیرونست و این طول کامیابا سبب کرده آوردن از همه کوفی پیشوی بشر خدمت تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من رفاقی هستم. جدی وقتیم که همسیکان با مقابل سخنرانی کنم نوی افتخار هستیم. خدای جلاله شده بود امروز جای نهایت پسندی از من خداوند جلاله شده بود این منزلت و این مقام داد به من که در مقابل مسلمانان افغانای اصیل کشور خود سخنرانی ما چون وقتم کم است اشتراک کردیم و از کسانی که کامیاب شد نمرات خوب گرفتن و با بهترین نمرات اخذ کردن. این کامیابی ساده و آسان نیست. شما که در این شرایط عزیز در این شرایط خراب دست میخونید واقعا هم سر افغانیتتان هم سر اسلامیتتان مشاهدت میکنید و افتخار بسیار بزرگ است. دوام خبر میدادم که زه دو جور اروپایی هستم. خب شما میگیم که مثلا اختلافات باید هیچ نباشه و همچنین ما شما اولین باید همیشه براتون سخنرانی کردیم در مورد دوری از اختلافات. من همیشه براتون میگم من شخص هستم که صلح هستم. دوستی، صلح و صلح را همیشه در وجود خودم است، در وجود فامیلم است و در وجود شما هستم.